استاد گفته است یک شخص از روی نادانی پیش فالبین رود و بعدا پشیمان شود، توبه کند، خدا میبخشد. البته خدا میبخشد. شما اگر پیش یگان جادوگر و فالبین اگر روین، از روی نافهمی باشد، از روی اگر فهمیشاتون باشد، شما باید که تجدیدی نکاح کنید، نکاحتون سر کنید. زیرا که با تصدیق کردن سخن فالبین شما دین تانا بای میتین، شما از دین بیرون میشین. زمانی که همون گپی فالبین گپی جادوگر را بگوید درست های، تو علاکه همون درست های گفتنده علاکه دین ای تو بیرون میشه. چهره که پیامبر میگه فصدقوا بما یقول فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. تصدیقش کردی با همون کتابی که بر من نازل شده است، تو کافر شدی میگه. برای همین فالبین ها و جادوگرها برادر عزیز، اینا نفرای نیستن که ما پیشون بریم، نفرای نیستن که بگیم سخنشون راسته. از همین لحاظ اگر ای روی جاهلی و نادانی رفته باشی توبه کن. قصدن هم رفته باشی، وقتی فهمیدی که گناه توبه کن، الله میبخشد. خب بابای حاجی میگویند که پیغمبر ما بعد فرض نماز تسبیح و آیت الکرسی را میخوندن. آیا این درسته؟ درسته برادر عزیز. یعنی بعد نماز، بعد مثال فرض نماز، یعنی در حدیث ها صلات المکتوبه آمده است، یعنی پیامبر بعد نمازهای فرض برادر عزیز دعا میکردن و بیشتری وقت میگه وقتی فرض میخوندن انا دعا میکردن. اینجا من اینا در پیشم کتاب امام نووی هست، کتاب اذکارش، اگر در اینجا هم که ما نگاه کنیم باب دارد، بابش باب الاذکار بعد الصلات، یعنی ذکرهایی که بعد نماز می شود. اینجا همه حدیث ها آمدگی است که حتی امام ترمذی اسناد حدیث صحیح میگه جوف اللیل، یعنی ایو دعا اسمع، گفتن کدام دعا شنیده می شود؟ گفتن دعایی که نصف شبی باشد و دعایی که بعد نمازهای فرض باشد. این هم مقصد در حدیث آمده است. اینجا آمده است که در صحیح مسلم ای جناب ثوبان آمده است، میگه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاتی استغفر ثلاثا، یعنی 3 بار استغفر الله میگفتن و میگفتن اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. این دعا را هم مثال بعد فرضشون میکردن. دیگر امام بخاری مسلم میارد که حضرت هرگاه ای نماز فارغ میشیدن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این هم مثال حضرت میگفتن. خلاص پشت نماز سبح الله فی دبور کل صلات 33 باری سبحان الله و الحمدلله الله اکبر میگفتن. خلاص اینجا دا بسیاره برادر عزیز، دعاها خیلی زیاده. اینجا دا یک چیز دیگر هم هست. انا حضرت امام ابو داود و ترمذی و نسائی آوردن از عقبه ابن عامر، میگه امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبور کل صلات. یعنی میگه پیامبر ما را امر کرد که شما پشت هر یک نماز چیکار کنین؟ سوره اخلاص بخونین، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یا را پشتوی نماز خونده بخونین گفته است. همچنان اینجا یک دعای زیبای دیگر از پیامبر من است، اگر در ذهنتون بگیرین. پیامبر دعا کرده است بعد نماز اللهم اجعل خیر امور آخره
و خیر عملی خواتمه واجعل خیر ایامی یوم القاک. این پیامبر چی میگه؟ میگه پروردگارا بگردان بهترین عمر مرا آخر شد، یعنی آخرای عمر ما عمر خوب بگردان، روزهای خوب عمرم خدایا در آخر باشد. دو، و خدایا بهترین عملهای در آخرم باشد، یعنی وقتی که خاتمه، وقتی انجام عمر می شود، همونجا مقصد بهترین عملها در آخر از عمرم بگذار. و دیگر و بهترین روزهای مرا روزی بگردان که در اون ملاقات تو باشد. این هم پشت نماز. برای همین برادرای عزیز، یعنی پیامبر ما وقتی فرض میخوندن، دعا میکردن، میخواستن خانه میدر آمدن، یعنی خانه که حاضر میریم ما و شما در مدینه میبینیم، خانه عایشه مادرمون میدر آمدن، همونجا سنتشان ادا میکردن. یعنی از این لحاظ اگر ما امروز بعدی نماز فرضم دعا کنیم، از بس که امروز ها در ما یعنی مهمتر بعد فرض این سنت خواندن است. برای همین ما سنت که میخوانیم، بعد سنت هم که دعا کنیم، این دعا محل نداره برادر، معنی را ندارد که فقط دعا باید که بعد نمازهای فرض باشد. یعنی بعد سنت هم ما میتونیم که دعا کنیم. دعا همه وقت برادر عزیز دعای عبادت است، هر وقتی که انجامش میتی اجازت است. خدای مهربان در قرآن هم ادعونی استجیب لکم گفت، دیگر یگان قید شرط نیاورده، یعنی گفت از دعا که اجابت میکنم. برای همین هر زمانی که ما دعا کنیم انشاءالله دعای ما و شما پیش الله مهربان قبول میشود. سوال دیگر، بابا جان طالع نامه میگویند آیا با همان باور کردن درست است یا نه؟ اکی این چیزای برادرای عزیز طالع نامش یعنی از غیب گپ زدن است. این غیب بجز الله هیچ کس نمیداند. برای همین اینها هم چیزی نیستن که ما را باور کنیم، زیرا اینا از پگاه میگن، اینا از روز دیگر میگن. ما یک ساعت بعد مانه بجز الله هیچ کس نمیداند. میگه شاعر میگه علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار، هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار.